دودلی رفت و برگشت بین گزینه‌های مختلف یا به عبارتی تعلل در تصمیم گیری چالش بزرگی هست که تأثیرات منفی بسیار زیادی روی زندگی شما به احتمال زیاد تا به امروز گذاشته. به این ترتیب که هم حالتون رو بد کرده، هم اعتماد به نفستون رو به شدت آورده پایین و همین که باعث شده که شما در زندگیتون اون نتایج مورد انتظار رو نتونید کسب بکنید. مکانیزمش هم خیلی ساده هست. شما وقتی نمیتونید تصمیم بگیرید، به همون نسبت هم از نتیجه هایی که میتونید در اثر تصمیم گیری درست به اونها دست پیدا کنید فاصله دارید. همین امر هم سبب میشه که حالتون بد باشه. وقتش رسیده که به تعلل در تصمیم گیری غلبه بکنید و در این ویدیو میخوایم از زاویه اعتماد به نفس به این مسئله نگاه کنیم. تا پایان با من با این ویدیو همراه باشید. وقت بخیر دوستان جان، همراهان دوست داشتنی. امیدوارم حال همگی خوب باشه. من آیدین نامدار هستم. اینجا یک پله بالاتر هست. من در کانال یک پله بالاتر در حوزه رشد فردی و بهبود سبک زندگی با شما صحبت میکنم. اگر به این موضوعات علاقمند هستید و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید، الان بهترین فرصت هست دکمه سابسکرایب رو بزنید. کنارش دکمه زنگوله هم در حالت آل قرار بدید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر میکنم یوتیوب شما رو هم باخبر بکنه. دوستان جان، این ویدیو پنجمین ویدیو از سری درس های اعتماد به نفس هست. امیدوارم 4 تا ویدیو قبلی رو تماشا کرده باشید و با یک سوال شروع میکنیم. اونم این که به تصمیم گیری خودتون از 10 چه نمره ای میدید؟ هرچه تعلل تصمیم گیری پایین تری داشته باشید شما باید نمره بالاتری به خودتون بدید و برعکس هرچه اوضاعتون در تصمیم گیری بد باشه باید نمره پایین تری به خودتون بدید. حتما در کامنت ها بنویسید. انتظار دارم بعد از دیدن این ویدیو و بعد از اصلاحاتی که در روند تصمیم گیریتون ایجاد میکنید دوباره برگردید و زیر همون کامنتتون بنویسید که عددتون رو چه کردید باهاش. پس قرارمون این شد اگر تصمیم گیری رو ضعیف هستید توش عدد پایینی به خودتون بدید و اگر تعلل در تصمیم گیری ندارید عدد بالا. اول ببینیم تعلل در تصمیم گیری چی هست. ببینید دوستان، ما در طول زندگی هر روز در شرایطی قرار میگیریم که باید تصمیم بگیریم. لباسی که صبح انتخاب میکنیم بپوشیم یک تصمیم هست. وقتی که میرید در کافه میخواید چیزی میل بکنید، گزینه هایی که از منو در واقع در اختیار شما هستن میتونید یکی از اونها رو انتخاب بکنید. این یک تصمیم هست. وقتی که دوستی از شما میپرسه که آیا میتونید کاری رو براش انجام بدید یا نه، این یک تصمیم هست و بگیرید بیاید به تصمیم های خیلی بزرگ زندگی که میتونن سرنوشت ساز باشن، مثل انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب همسر و الی آخر. اغلب انسان ها تعلل یا دودلی در تصمیم گیری دارند. مکانیزمش رو هم الان میگم خدمتتون. خیلی مکانیزم واضح و مشخصی داره. اونم این هست از آنجایی که در 99% موارد نتیجه تصمیمات ما در آینده خودشون رو نشون میدن و ما از این آینده بیخبر هستیم. ما نگران این هستیم که تصمیمات ما در آینده اون نتیجه رو که ما دوست داریم نسازند. برای همین هم یک کار بسیار ثابتی رو همگی انجام میدیم. اونم این هست تصمیم رو به تأخیر میندازیم. چون نگران هستیم که تصمیممون نتیجه‌ای بسازه که ما دوست نداریم یا نتیجه بسازه که روی زندگی خودمون و روی زندگی دیگران تأثیرات منفی بگذاره. برای همین به جای تصمیم گیری رو به تأخیر میندازیم. یعنی فکر میکنیم اگر فردا تصمیم بگیریم بهتر هست. برای همین هم هست که اغلب شما که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید کارهای نیمه تمام دارید، تصمیمات نگرفته دارید، کلی قول و قرار با یک سری آدم دارید که بهشون گفتید بذار من خبرت میکنم و این چیزی نیست جز تعلل در تصمیم گیری. یه مقدار در خصوص همین تعلل در تصمیم گیری صحبت بکنیم، بعد بریم رابطه و نقشش با اعتماد به نفس رو بررسی بکنیم. ببینید دوستان، تعلل در تصمیم خودش یک تصمیم هست. خیلی نکته مهمیه. یعنی وقتی که شما تصمیم نمیگیرید یا تصمیم میگیرید که فردا تصمیم بگیرید، فرداها روی تصمیمتون کار بکنید، دست نگه میدارید که بعداً بهش فکر بکنید، این خودش از جنس یک تصمیم هست. وقتی که من از شما میپرسم که در مورد پروژه فلانی برنامه چیه، میخوای چی کار بکنی و شما میگید که بذار فکر کنم بهت خبر بدم،
بذار هنوز تصمیمی در موردش نگرفتم. یا خیلی ساده تر، چرا اصلا اینجوری نگاه کنیم؟ وقتی من به شما میگم که فردا با من میای بریم شمال و شما میگی که نمیدونم بذار فکر کنم بهت بگم، این یعنی این که شما تصمیم میگیرید، در این لحظه تصمیم نگیرید. خب شاید به نظرتون برسه که خیلی درسته دیگه، من میخوام زمان داشته باشم تحلیل بکنم ببینم اصلا میتونم بات بیام شمال، اصلا پولشو دارم بات بیام شمال، الان دوست دارم بات بیام شمال یا نه. این فرایند اسمش تصمیم سازی هست. این که من بشینم آنالیز بکنم ببینم که میتونم یه کاری رو الان انجام بدم یا نه، این خیلی هم قشنگه و از جنس تصمیم سازی هست. ولی ما چون تعلل در تصمیم گیری داریم، معمولاً انقدر این تصمیم سازی رو کشش میدیم تا به تصمیم گیری نرسیم، چون ما نگران نتایج تصمیماتمون در آینده هستیم. خب چه ربطی بین این و اعتماد به نفس وجود داره؟ ببینید دوستان، رابطه بسیار بسیار مستقیمی بین تعلل در تصمیم و اعتماد به نفس وجود داره، به این ترتیب که هرچه شما از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشید، اتخاذ تصمیم برای شما راحت تر هست. چرا؟ چون با خودتون میگید که هر نتیجه‌ای بده، هر اتفاقی بیفته، خب من پاش هستم دیگه، من در اون لحظه اونجام، جمعش میکنم. بعد در قالب اتفاقها و در قالب تصمیمها، گزینه 1 و گزینه 2 اتفاق عجیب غریبی رو رقم نخواهند زد. میدونید، بذارید خیلی مثال ساده به شما بزنم. وقتی که دوستی به شما میگه که نوشیدنی گرم میخوری یا نوشیدنی سرد، خب هر کدام از این دوتا رو شما انتخاب بکنید اتفاق عجیب غریبی نمیفته که. حالا نوشیدنی گرم براتون آوردن، دیدید دوست ندارید، میتونید عوض کنید، میتونید نخورید، میتونید تحمل بکنید. ولی ذهن شما چون احتمال میدهد که یکی از نتایج فاجعه بار باشد، در حال که فاجعه بار نیست و نخواهد بود، برای همین از شما میخواد که تصمیم نگیرید. ضعف اعتماد به نفس ما رو هدایت میکنه به این سمت که اگر نتیجه تصمیم من اونی نباشه که من میخوام، ممکنه مورد قضاوت قرار بگیرم، ممکنه تو زحمت و تو دردسر بیفتم، ممکن هست که یک کسانی رو از دست بدم، یه شرایط رو از دست بدم، خودم رو در یک وضعیت ناخوبی قرار بدم و این باعث میشه که ذهن ما بره در یک مکانیزم دفاعی و بخواد که تصمیم نگیرد. وقتی که شما روی اعتماد به نفستون کار میکنید، تصمیم گرفتن برای شما راحت تر هست، به شرطی که مراحل و فرایندهای تصمیم سازی رو درست طی بکنید. زمانی که از شما این سوال پرسیده میشه که نوشیدنی گرم میخورید یا نوشیدنی سرد، شما 5-6 ثانیه زمان دارید برای تصمیم سازی. اینکه الان هوا چقدر، دمای هوا چقدر، گرم، سرد، قبل این چی خوردم، بعد این قراره چی بخورم، اوضاع معده‌ام چطوره، اصلا گرم یا سردش به طرف به کنار، من آیا اصلا میخوام کافئین وارد بدنم بکنم، نمیخوام و الی آخر. این تصمیم سازی هست. زمانی که در مرحله تصمیم گیری میرسید، معمولاً دو دل هستید و میگید که تو چی پیشنهاد میدی؟ به نظر تو الان چی بخورم؟ خودت چه سفارشی میخوای بدی؟ اگه خوب نبود چی کار بکنیم؟ اینها تعلل در تصمیم گیری هستند و یکی از نمودها و نشانه های بسیار عمیق کمبود اعتماد به نفس در اون موضوع، در اون حوزه، نگرانی از نتایج تصمیمات. حالا یک رابطه دو طرفه دیگر همین وسط وجود داره. هر چقدر که شما تعلل بیشتری در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، مخصوصا در تصمیم گیریتون نشان بدید، به همان نسبت شما آدم متزلزلی برای خودتون هستید. یعنی یه امتیاز منفی اعتماد به نفس داشتید که اون باعث شده بود که تزلزل در تصمیم گیری داشته باشید. اینو ذره بیام جلو، فوکوسمون هم درسته. یه نمره منفی اعتماد به نفس قبلا داشتید که اون باعث تعلل و تزلزل در تصمیم گیری شما بود. حالا که یه مورد رو دوباره تعلل در تصمیم گیری گرفتید، اون امتیاز منفی بیشتر شد. یعنی اینکه عین یک گوله برفی
داره در این کوه برفی میاد پایین و هی بزرگتر میشه، سرعتش هم بیشتر میشه. اعتماد به نفسم ضعیفه، در نتیجه تعلل در تصمیم گیری دارم. چون تعلل در تصمیم گیری دارم، هی اعتماد به نفس من داره ضعیفتر و ضعیفتر میشه. فردا تعلل در تصمیم گیری بیشتر میشه. یعنی این که اگر شما جلوی این اتفاق رو نگیرید، که قاطعانه از شما میخوام که بعد از تماشای این ویدیو جلوی این اتفاق رو بگیرید، شما فرداها تصمیماتی رو که امروز روز قاطعانه میگرفتید با تعلل بیشتری خواهید گرفت و این فاجعه هست. البته که تعلل در تصمیم گیری به نتایج قبلی ما برمیگرده، به رفتار دیگران با ما برمیگرده، به نگرانی از منابعی که ممکنه از دست بدیم، زمانی که از دست بدیم برمیگرده و ما امروز میخوایم جلوی همه این موارد رو بگیریم. دوستان جان، من در این ویدیو میخوام یه نکته رو با شما بگم. نتیجه تصمیماتی که قاطعانه میگیرید هر چی باشه، تأثیرش بسیار بهتر از تعلل در تصمیم گیری برای جلوگیری از یک نتیجه بد هست. بذارید راحت تر بگم خدمتون. شما بین گزینه A و B باید یکی رو انتخاب بکنید. نگران هستید گزینه اشتباهی رو بگیرید، انتخاب بکنید. تصمیم میگیرید گزینه A رو انتخاب بکنید. اون تصمیم در آینده اشتباه از آب در میاد. شما برنده تر هستید نسبت به حالتی که هی دودلی کردید، بین A و B رفتید و آمدید، زمان از دست دادید، تصمیم نگرفتید، دیگری برای شما تصمیم گرفته ولی نتیجه خوب بوده. ما در این زندگی به اندازه‌ای که به نتایج خوب احتیاج داریم، به فرایندهای قدرتمندانه برای رسیدن به اون نتایج خوب نیاز داریم و قدرت درونی ما میخواد، میطلبه و میاد کار رو در میاره که ما بین گزینه A و B یکی رو انتخاب بکنیم. یه چیزی هم بهتون بگم، خیلی هم از خودتون انتظار نداشته باشید که همه تصمیماتتون تصمیمات درستی باشه. اصلا لازم نداریم، نیاز نداریم. همیشه جالقی وجود داره، همیشه جایی برای اشتباه وجود داره. همیشه باید در نظر گرفت که یه تولرنسی وجود داره بین تصمیماتی که میگیرم و نتایجی خلق میشه. اما من در لحظه تعلل بازنده محض اون لحظه هستم، اما بعد از تصمیم گیری هوشمندانه و قدرتمندانه احتمال باختنم وجود داره. پس ببینید چقدر این مسئله مهم هست. باید روی اعتماد به نفستون کار بکنید و الان تمرین مهمش رو هم میگم خدمتون. باید روی اعتماد به نفستون کار بکنید و باید مانع تعلل، دودلی، رفت و برگشت بین گزینه‌های مختلف بشید. یه گزینه رو انتخاب کنید، بذارید هر چی میخواد بشه و تمرینش این هست: هر لحظه‌ای که در مرحله تصمیم گیری هستید، اون مرحله رو تشخیص بدید، یاد این گفته من بیفتید و با خودتون بگید که من باید محکم تصمیم بگیرم. همون صبحی که یه دوستی میگه که میخوای تو رو برسونم، دو دل نباشید، یا آره یا نه. همون زمانی که کمد رو باز میکنید و یک لباسی رو انتخاب میکنید، تمام اینو من قاطعانه انتخاب کردم، تعلل ندارم، این همه رنگ اینجا وجود داره، من امروز رنگ زرد رو پوشیدم، تعلل، دودلی، وقت تلف کردن ندارم. وقتی هم که سوار آسانسور شدید یا از پله ها میرید پایین، وقتی سوار ماشین شدید، دیگه به این فکر نکنید که آیا این لباس خوبه، آیا من میتونستم لباس دیگری بپوشم. بله میتونستید لباس دیگری بپوشید، ولی همین فکر شما رو دودل میکنه و شما رو در طول روز در تصمیمات ریز و درشت دیگرتون دودل میکنه. شما آدمی هستید که برای حرکت در مسیر زندگیتون باید تصمیم بگیرید کدام واحد رو با کدام استاد انتخاب میکنید، کدام مسیر رو با کدام رفیقتون طی میکنید، کدام کتاب رو امروز بخونید، کدام کتاب رو فردا بخونید، وارد یک مسیر بشوید یا نشوید، سرمایه گذاری بکنید یا نکنید، خرید بکنید یا نکنید. و زمانی که شما تعلل در تصمیم گیری دارید، همه اینها با خطر مواجه هستند. تبدیل میشید به آدمی که کلی گزینه برای فکر کردن داره، کلی هم روی اونها فکر میکنه، فسفر میسوزونه، اما نمیتونه بین چند تا یکی رو تیک بزنه، نمیتونه راه بعدیش رو از بین چندین راه انتخاب بکنه. ببینید دوستان، ما برای رسیدن به نتایج هی باید بین چند راهی ها بریم، به 4 راه برسیم، یه مسیر رو انتخاب بکنیم، حرکت بکنیم، مسیر بعدی رو انتخاب بکنیم تا بریم به یک نتیجه برسیم. در غیر این صورت ما فقط دور خودمون خواهیم چرخید. شما همین مثال رو در خیابان هم دیدید. میاد وای میسته وسط خیابون، نمیدونه میخواسته به چپ بره یا به راست بره.
چون این آدم تعلل در تصمیم گیری داره، نمیدونه الان باید دنبال کدام کارش بره. و حتما شما در زندگیتون با آدم‌های مواجه شدید که همچین چیزی در نهادشون وجود داره. باید بهشون کمک کرد، باید بهشون اعتماد به نفس داد، باید هدایتشون کرد به این سمت که یک تصمیم رو بگیرن، ولو غلط، ولو اشتباه، ولو نتیجه بد. قاطعانه تصمیم گرفتن برای یک نتیجه بد بهتر از متزلزل و با تعلل تصمیم گرفتن برای یک نتیجه خوب هست. باز هم تاکید میکنم فرایند تصمیم سازی فرایند دیگری هستا. اینکه شما تحقیق بکنید، آنالیز بکنید، پرسجو بکنید، الان ذهن شما به شما میگه که شما آیا فرایند تصمیم سازی رو درست طی میکنید یا نه، یا تعلل در تصمیم نهایی دارید. الان شما تفاوت اینها رو از زبان من درک میکنید. و اغلب شما چون تعلل تصمیم گیری دارید، تصمیم سازی رو کش میدید، هی زمان میخرید، بذار خبرت میکنم، بذار بهت اعلام میکنم، بذار بریم جلو، بذار فردا بشه، بذار اینو تموم بکنم، در حالی که باید تصمیم گرفت، پیش رفت و تیک زد. اینجا پایان این ویدیو هست دوستان و قرار هست که یوتیوب به شما 2 تا ویدیوی دیگر رو از این چنل پیشنهاد بکنه. حتما توصیه میکنم 4 تا درس قبلی اعتماد به نفس رو که من در جای این ویدیو هم بهشون اشاره کردم، یعنی اون بالاها میتونید ببینید، برید و تماشا کنید. اگر همین چنل رو سابسکرایب نکردید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، کنارش دکمه زنگوله رو در حالت آل قرار بدید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر میکنم یوتیوب شما رو هم باخبر بکنه. قرارمون هم این بود که در کامنت ها نظرتون رو بنویسید، عددتون رو بنویسید. اینجا پایان این ویدیو هست. تا درود بعدی در پناه حق بدرود. خدا نگهدار.